سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 دکبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روسیه نیروهای پایگاه حربی 201 را از تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده است. تاجیکستان و قرقیزستان فورهای سال 2022 غصب شده را برگردانیدند. اسکنخیت ها باز پیدا شدند. سلسله حمله ها به کوریرهای تاجیک و 5 مهاجر کوچروب در پتربورگ. زاده تباشر تاجیکستان در اوکراین کشته شد. 6 کشته و 3 زخمی در 4 صدمه روزهای استراحت. و اکنون تفصیلات خبرها. پژوهشگاه آموزش جنگ که یک سازمان غیر دولتی امریکایی است، روز 25 دکبر سال 2023 خبر داد که نیروهای پایگاه حربی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر شده است در اوکراین می جنگند. پژوهشگاه آموزش جنگ با استناد به تلگرام کانال پروپاگاندیستی رو به روسیه اپراتسیا زد خبر داد که نیروهای پایگاه 201 همراه واحد سپسناز احمد که جنگجویان چچن را در بر میگیرد اخیراً در حدود جنگلزار کریمین در قلمرو نویه‌های سیورودونتسک ولایت لوگانسک اوکراین مشاهده شدند. کانال اپراتسیا زد خبر داد که واحد امور از سپسناز 204 احمد با کمک توپخانه‌های پایگاه 201 در جنگلزار کریمین عملیات مشترکی را انجام دادند و نیروهای سپسناز احمد یک گروه جنگاوران ارتش اوکراین را از بین برده موقع‌های را که با کمک درون‌ها آشکار کردند به دست آوردند. درباره اینکه نیروهای روسیه در این جنگلزار چه موقع‌های را به دست آوردند این کانال معلومات مشخص نداده است. پژوهشگاه آموزش جنگ خبر داد که نیروهای روسیه و اوکراین در غرب جنگلزار کریمین در نزدیکی ترین و در جنوب این جنگلزار در نزدیکی جنگلستان‌های دیبرووا و سربریانسک وارد درگیری‌ها شدند. پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان با نزدیک 7000 افسر و عسکرش بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکگرد ارتش روسیه به شمار می‌رود. این پایگاه سال 2004 در زمینه دیویژه 201 سواره تیراندازی ارتش روسیه تأسیس یافت و سال 2012 حکومت تاجیکستان زمان بود باش این پایگاه روسیه را تا سال 2042 تمدید کرد. درباره آنکه نیروهای پایگاه 201 در اوکراین می‌جنگند بار اول نوز بهار سال 2022 خبر آمد. آن وقت نیروهای ارتش اوکراین در نتیجه یک شبیخون یک کاروان تکنیک و نیروهای ارتش روسیه را از بین برده از درون ماشین‌های سوخته کتابچه‌ها یا برشوره‌های را پیدا کردند که از توصیه‌های پیرامون چگونه رفتار کردن سربازان در قلمرو اوکراین عبارت بود. از معلوماتنامه رسمی درج شده در این کتاب‌ها برمی آمد که آنها را محض برای حربیان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان چاپ کردند. هنوز سال 2022 منابع نزدیک به واحدهای پایگاه روسیه در تاجیکستان تصدیق کرده بودند که تقریبا نصف هیئت شخصی این پایگاه را به جنگ ضد اوکراین فرستادند. خود مقامات پایگاه 201 و حوزه مرکزی ارتش روسیه که این پایگاه در اختیار آن قرار دارد تا کنون درباره در جنگ ضد اوکراین اشتراک کردن نیروهای در تاجیکستان مستقر بوده این پایگاه یگان شرح رسمی ندادند. باز یک زاده تاجیکستان که از طرف روسیه می جنگید در جنگ ضد اوکراین کشته شد. کنستانتین دومنیکوف زاده شهر تباشر و حول شهر استقلال در شمال تاجیکستان که همگی 40 سال داشت و در نویه پتروفسک ولایت ساراتوف روسیه به سر می برد. در پتروفسک زن و دختر 4 ساله و مادرش را تنها باقی گذاشت و در اوفا پدر نفقه خورش را. درباره علاقت این زاده تاجیکستان روز 26 دکبر سال 2023 پایگاه خبری سر اینفورم خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه دومنیکوف روز 9 دکبر در ولایت دونتسک در شرق اوکراین که یکی از جبهه‌های اساسی جنگ روسیه به ضد اوکراین به حساب می‌رود هنگام اجرای وظیفه جنگی کشته شده است. کنستانتین دومنیکوف 20 فوریه سال 1983 در شهر تباشر یا استقلال در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. خانواده آنها هنوز در سالهای 90 به نویه پتروفسک کوچیدند و دومنیکوف مکتب میانه را در مکتب دهه نوشکن ختم کرد. از سال 2001 تا 2000 دومنیکوف خدمت حربی را ادا کرد. او اول در ستاوروپول خدمت کرد ولی سپس به چچنستان فرستاده شد
و فرماندهی یک واحد مرزبانی را در منطقه ارگون به دوش داشت و برای اشتراک در جنگ ضد چچنستان کنستانتین دومنیکوف با اردن موژست و نشانه افتخاری برای خدمت در قفقاز قدردانی شده بود. بعد جواب شدنش از خدمت ارتش، دومنیکوف به پتروفسک برگشت و در کارخانه نونپزی پتروفسکی خلیب کار میکرد. سال 2022 دومنیکوف در جریان معرکه بسیجسازی یا موبیلیزاسیا باز به خدمت دعوت گردیده به جبهه جنگ ضد اوکراین فرستاده شد. او در یک بریگاد سواره تیرانداز به حیث تیرانداز خدمت میکرد و روز 9 دکامبر در قلمرو ولایت دونتسک کشته شد. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گوی و حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 22 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا 500,000 آدم زخمی شدند. روز 26 دکامبر سال 2023 تاجیکستان و قرقیزستان ماشین‌هایی را که در جریان مناقشه مرزی ماه سپتامبر سال 2022 با سبب‌های گوناگون در قلمرو این دو کشور باقی مانده بودند به یکدیگر برگرداندند. قرقیزستان به تاجیکستان 4 فوره را برگردانیده است و تاجیکستان به قرقیزستان 5 ماشین بارکش را. در این باره ماموریت ولایت بادکن قرقیزستان خبر داد. در اطلاع گفته می شود که تبادل فوره ها در نتیجه مذاکرات روز 26 دکامبر رهبران ولایت‌های بادکن قرقیزستان و سوغد تاجیکستان عبدالکریم اولینبایف و رجبای احمدزاده صورت گرفت. در ملاقات امروزه با سفارش معاون رئیس کابینه وزیران، رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری قرقیزستان قمچبک توشیف پیرامون برگردانیدن ماشین‌هایی که در قلمرو دو کشور بازداشت شده بودند مذاکرات صورت گرفت و طرف‌ها درباره تبادل این ماشین‌ها توافق کردند. در نتیجه از قرقیزستان به تاجیکستان 4 ماشین بارکش را برگردانیدند و از تاجیکستان به قرقیزستان 5 ماشین بارکش را پس دادند. این ماشین‌ها در جریان مناقشه مسلحانه سال‌های گذشته با سبب‌های گوناگون در قلمرو این دو کشور باقی مانده بودند. این ماشین‌ها به ساکنان دهه‌های نزد مرزی تعلق دارند. گفته می شود در اطلاعیه ماموریت ولایت بادکن. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوغد نیز درباره ملاقات رجبای احمدزاده با عبدالکریم اولینبایف در قرارگاه پرزیدنت تاجیکستان در شهر خوجند گزارش داده است، ولی در اطلاعیه‌اش درباره تبادل ماشین‌های بارکش چیزی گفته نشده است. گفته می شود در این ملاقات که با اشتراک رهبران ولایت‌ها، مقامات حفظ حقوق، رئیسان شهر و ناحیه‌های نزد سرحدی در فضای دوستانه حسن تفاهم جریان گرفت و طرف‌ها از سال 2023 نتیجه گیری کردند و نقشه چاره‌بینی‌های مشترک بین ولایت‌های سوغد و بادکن را برای سال آینده 2024 قبول کردند. به نافهمی‌هایی که در دوام سال در مرز بین سوغد و بادکن به وجود آمدند توانستند سر وقت رسیدگی کنند. در نتیجه در ناحیه‌های مرزی یگان مناقشه جدی رخ نداد و ترتیبات جمعیتی تحت نظارت مقامات حفظ حقوق قرار داشت. در حقیقت به فرق سالهای 2021 و 2022 که با مناقشه‌های خونین با صدا کشته و زخمی‌هایش در یادها ماند، در طول سال 2023 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از جمله در مرز سوغد و بادکن یگان مناقشه جدی رخ نداد و سال 2023 در این مرز که نوآرام‌ترین مرز آسیای مرکزی شمرده میشد خیلی آرام‌تر پس سر شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پلیس نویه مسکو شهر سنت پترزبورگ روسیه روز 25 دکامبر سال 2023 از بازداشت 4 نفر سن سالشان از 14 تا 15 ساله با اتهام حمله بی‌اساس و تکوب کوریر 26 ساله زاده تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سرریاست کارهای داخلی شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد، کارمندان بخش کوفتکوف جنایی این 3 نفر را دستگیر کرده به شعبه پلیس آوردند و حالا با آنها عملهای مرافعه‌ای انجام میدهند. نیمه دوم روز 24 دکامبر ساعت 16:00 دقیقه یک شهروند 26 ساله تاجیکستان به پلیس مراجعت کرده خبر داد که او به حیث کوریر کار میکند و هنگام به بینای رقم 17 در خیابان ویتیبسک بردن فرمایش نوبتی 4 نفر به یگان اساس
به او حمله آورده لطوکوبش کردند. در ثبت ویدیو کامرای نظارتی جای حادثه دیده می شود که نورسان کوریر را زیر باران و مشت و لغت می گیرند و وقتی جوان کمی به خود آمده آنها را می روند. اول کمی می گریزند ولی دو نفرش بعد چند لحظه باز به جوان حمله کرده این دفعه اسلحه گازی بر روی او می پرانند. بنا به نتیجه های تشخیص طبیبان جوان توجک بر اثر این حمله جراحت کوسه‌خانه مغز سر برداشته مغز سرش جنبیده است و چند جای بدنش ورم کرده است. پلیس در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده است. طبق قانون‌های روسیه جوابگری جنایی برای قسم‌های دوم و سوم ماده 213 الکی از سن 14 فرا می‌رسد. درباره انگیزه‌های حمله به کوریر هنوز چیزی معلوم نیست ولی روزهای آخر در روسیه یک سلسله حمله‌ها به ضد مهاجران کوری از جانب نورسان در زمینه عقیده‌های ملت‌گرایانه صورت گرفتند. این نورسان لطوکوب مهاجران را ویدیو گرفته در اینترنت نشر می‌کنند. از جمله تلگرام کانال مش تازه روز 24 دکامبر از بازداشت 3 نورس دیگر در همین شهر پترزبورگ خبر داد که در بین یک هفته به دست کم 5 مهاجر راهرو در حدود نویه کلینین حمله کرده لحظه های لطوکوب کوچروب ها را به نوار گرفته در یک کانال ویژه در تلگرام نشر کردند. پلیس به ضد آنها نیز با عین اتهام افباشی پرونده گشوده است. از این قبل روز 15 دکامبر خبر آمد که در شهر کلوگ روسیه 10 نورس را با اتهام دست کم 8 حمله به مهاجران و ثبت و نشر ویدیو این حمله ها دستگیر کردند. بنا به فرضیه تفتیشات هدف بنده به طور جسمانی از بین بردن شخصان غیر اسلاویانی بوده. در دوام نیم سال فعالیت آنها به ضد مهاجران نه کمتر 8 حمله انجام دادند. هدف حمله های این گروه ملت‌گرایان زادگان ازبکستان و تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفتند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 با نشر یک هشدار به توجه ساکنان و مهمانان کشور رساند که بنا به پیشبینی‌های هواشناسان روزهای نزدیک در حدود ناحیه‌های کوهستان تابع جمهوری فرو ریختن ترمه‌ها پیش بینی کرده می شود. کمیته به این دلیل از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که در این روزها رویهای بدون ضرورت خود را توسط راه‌های کوهستان محدود کرده از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، جمع‌آوری هیزم، شکار، ماهی‌داری در مناطق کوهسار خودداری ورزند. هنگام استفاده بخاری و دستگاه‌های گرم‌دهنده قاعده‌های ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند و کودکان را بی نظارت نگذارند. کمیته از رانندگانی که توسط راه‌های کوهستان نقشه سفر دارند خواهش می‌کند که قبل از سفر مسیر حرکت خود را خوب بیاموزند و پیش از راه برآمدن به ویژه معلومات معتمد درباره حالت‌های راه‌ها را از وزارت نقلیات وزارت کارهای داخله و کمیته حالت‌های فوق‌العاده دریافت کنند. به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه کمیته از رانندگان خواسته است که با صورت معتدل که به خطری را در راه‌های پرماشین در نزد مکتب‌ها، در عقبه‌ها و در گردش‌ها و نشیبی‌ها تامین کرده توانند حرکت کنند. هنگام حرکت با راه‌های کوهستان از رانندگان خواسته شده است که فاصله نظر به معمول زیادتر را رعایت کنند چون که برای منع کردن ماشین در راه‌های لغزانک وسایل خیلی زیادتر لازم است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از همه خواسته است که هوشیار باشند و احتیاط کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در 4 صدمه روزهای استراحت در راه‌های جمهوری دست کم 6 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر جراحت برداشتند. از جمله شام 22 دکامبر سال 2023 در ناحیه کوشانیان در نتیجه به دریا چپه شدن ماشین اوپل استرا 3 مسافر این ماشین جان باختند. روز 23 دکامبر باشد بر اثر برخورد 3 ماشین مرسدس، هوندا استارکس و اوپل استرا در نوع رودکی یک زن مسافر استارکس به هلاکت رسیده، 3 مسافر دیگر این ماشین ها جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله شام 22 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا سلیموف اکبر سال تولدش 2000 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت نواباد به سمت مرکز نویه کوشانیان از عهده اداره وسطای نقلیات نبر آمده افت را به داخل دریای آبگذر چپه کرده است. در نتیجه مسافران داخل افت ماشین زیایف عظمت،
سال تولدش 1988، موسیدینوف زینالدین سال تولدش 1988 و سلطانوف معروف خان سال تولدش 1998 ساکنان ناحیه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین 23 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 11:10 راننده ماشین تمغه مرسدس دولتوف محمد شریف سال تولدش 2002 ساکن ناحیه رودکی هنگام حرکت با روی ماشینگرد محله مشعل از طرف ناحیه رودکی به سمت کوچه قهوروف هنگام رسیدن در روبروی بنای استقامتی کوچه مشعل به ماشین تمغه هوندا استاریکس برخورده است. بعدا ماشین تمغه هوندا استاریکس به ماشین تمغه اوپل استرا که از سمت مقابل در روی خودش حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر داخل هوندا استاریکس رحیم و خاصیت سال تولدش 1985 ساکن ناحیه رودکی در بیمارخانه به هلاکت رسیده. 3 نفر مسافران افت ماشین مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بازم روز 23 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 13:30 راننده ماشین تمغه هوندای میروتوف فرهاد جان سال تولدش 1991 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد دوشنبه خوجند از سمت شهر پنجکن به سمت شهر خوجند از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده در کیلومتر 189 راه به کنار راه برآمده ماشینش را چپه نموده است. در نتیجه خود راننده میروتوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 24 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 7:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف ارکین سال تولدش 1974 ساکن ناحیه باباجان غفوروف هنگام حرکت در روی ماشینگرد باباجان غفوروف خوجند در روبروی مغازه نوربخش از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد کریموف طالب سال تولدش 1963 ساکن ناحیه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر کریموف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 23 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 17:30 هنگام در نزد بازار شهر وحدت قرار داشتنش شخص نامعلوم او را لطکوب نموده از جیبش 2000 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. مبلغ عمومی ضرر رسانده شده 2120 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. این چنین پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است آغاز کرده شد. گمان بر شونده صبح 18 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 06:00 در حدود محله 34 همراه با شخصی به تفتیشات نامعلوم در حالت مستی مرد 35 ساله ساکن شهر گلستان را لطکوب نموده آشکارا با استفاده زوراوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 520 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 41 ساله ساکن شهر خوجند شب 21 به 22 دکبر سال 2023 تخمیناً ساعت 9:40 از انبارخانه بنای ساختمانی که به مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد یک عدد تجهیزات ساختمانی لازری و یک عدد جدول ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.